اینجا پادشاهی میکنن، مجبورید که به پیاده روی عادت بکنید. کابوس تمام کسایی که مهاجرت کردن. اسکرین شات همین مسیر رو میذارم. های گایز، اسمم پدرام. به این ویدیو خیلی خوش اومد. خب امروز میخوام در مورد 10 تا چیزی که وقتی میایید استانبول، چه به عنوان مهاجرت یا چه به عنوان سفر، کسی بهتون نمیگه باهاتون صحبت کنم. بریم ببینیم که قراره چیا رو بگیم. مورد اول اینه که وقتی میایید استانبول، حتی اگه اهل پیاده روی نباشید، مجبورید که به پیاده روی عادت بکنید، چون که خیلی از مسیرها رو مجبورید پیاده راه برید و یه ورزش دیگه روزانه براتون، یعنی یه عادت ورزشی روزانه میشه دیگه، نیازی به باشگاه اینام نیست. مورد بعد اینه که حمل و نقل توی استانبول خیلی قویه و خیلی شلوغ. در واقع توی استانبول هم مترو داریم، هم اتوبوس داریم، هم تراموای داریم، هم متروبوس داریم و هم مترویی داریم که قسمت آسیایی رو به قسمت اروپایی وصل میکنه. متروبوسی هم که گفتم دقیقاً همین قابلیت رو داره، یعنی متروبوس هم از قسمت آسیایی تا انتهای قسمت اروپایی تقریبا تا یه جاهاییش میره و این خیلی خوب نکته مثبتیه، ولی همیشه شلوغه. حالا مورد دوم چیه؟ مورد دوم اینه که وقتی شما تو گوگل مپ میخواید یه مسیری رو برید، مثلا میزنه 40 دقیقه اون مسیر رو اگه بخوای با وسایل نقلیه مترو اینا برید، ولی در واقع شما مسیر رو بیشتر از 1 ساعت بعد در نظر بگیرید. اسکرین شات همین مسیر رو میذارم که گوگل مپ نوشته 4 دقیقه، ولی در واقع خیلی بیشتره، چون که شیب اینجا بیشتره و شما وقتی که این پله‌ها رو میرید بالا، باز یه کوچه‌ای هست که اونم شیب داره و واقعا خسته کننده است این شیبا. مورد بعدی هم این که گربه ها اینجا پادشاهی میکنن. استانبول شهر گربه هاست. هر کجا که برید، یا روی میز کافه ها نشستن، یا توی مترو روی تونکه ها نشستن، یا توی خونه تونن، تو لابی خونه تونن، هر کجایی که برید، تو کوچه، خیابون، آسمون، زمین، پارک، هر کجا که برید گربه ها هستن. اهالی ترکیه مخصوصا استانبول حیوان سور میگن به خودتون، یعنی خیلی دوستدار حیوانات هستن و اینکه هر کجایی که برید یک غذایی برای این چه سگ چه گربه گذاشتن، یک جای خوابی براشون تعبیه کردن، هر کجا که بری هستش و این خب خیلی جذابه دیگه نیست؟ و اما یکی از مهمترین مواردی که هر کسی که میخواد بیاد استانبول و مهاجرت کنه باید بدونه، اون پیدا کردن خونه است. اینجا خونه گرفتن اصلا راحت نیست. پیدا کردنش یه دردسره، رفتن و دیدنش یه دردسره، گرفتنش چند دردسره. چرا؟ اولا براتون یه سایتی رو میگم به نام سایت sahibinden.com. کسایی که میان ترکیه اصولا باید از روی این سایت دنبال خونه بگردن، چون اونجا میتونی منطقت رو مشخص کنی، لیمیتت رو مشخص کنی که میخواین تا چه لیمیتی اجاره بدیم یا خونه رو بخریم و نسبت به اون سایت براتون لیستشو میاره و شما میتونید از اونجا خونه مورد نظرتون انتخاب کنید. حالا اگه پسند کردید چند تا مشکل داره. مشکل اول، ترک ها معمولا برای خونه هایی که میخواید بگیرید، مخصوصا اگر قراره توی سیته یا رزیدانس بشینید، نه نورمال آپارتمانت، اون موقع یه ترک کفیلی میخواد. ترک کفیلی چیه؟ یعنی کسی که شهروند ترکیه است و کفیل یا ضامن شما میشود که وقتی که شما نمیتونید پرداخت بکنید اجاره رو یا پرداخت نمی کنید اجاره رو، میرن یقه اونو میگیرن که آقا خب الان این فرد اجاره هاشو نمیده، حالا تو ترک کفیل باید مثلا بیای و اجاره هاشو بدی و حالا هر روال قانونی که از اون رو انجام بدی و اجاره هایی که سالانه پرداخت میشن، یعنی نه ماه به ماه، 1 سال رو یک جا پرداخت میکنید که یکم هم میارم پایین قیمتش رو. اون موقع ترک کفیل نمیخوان معمولا، چون شما 1 سال رو یک جا پرداخت میکنید و دیگه اون موقع نیازی به کفیل نیست، چون یه نیازی نیست کسی از شما اجاره بگیره. و براتون بگم از آب و هوای اینجا، یه روز ابری، یه روز آفتابی، 1 دقیقه ابری، 1 دقیقه بارونی، هر لحظه باید چتر پیشت باشه، مخصوصا از ماه مهر خودمون که میره تو فصل پاییز و دیگه همه چی غیر قابل پیش بینه، یعنی اصلا نمیتونید پیش بینی کنید. یه اسکرین شات هم میذارم براتون که ببینید مثلا تو این هفته چطوری هوا، یه روز ابریه، یه روز بارونی، یه روز آفتابی و معلوم هم نیست واقعا اونطوری یا نه، ممکنه که بریم ببینیم مثلا اونطوری. و اما کابوس تمام کسایی که مهاجرت کردن،
کافیه کارت به اداره بیفته که 100% میفته وقتی مهاجرت کردی. اداره گوچ که همون اداره مهاجرت اینجا هستش، قبضی بخوای باز کنی اصلا ویلا، مگه با یه بار کارت تموم میشه؟ هی باید بری هی باید بیای، هی باید بری هی باید بیای تا بالاخره کارتو انجام بدن. از این لحاظ واقعا خیلی اذیت میکنه دولت تو. یه مورد دیگه هم که هست اینه که اکثر اهالی ترکیه انگلیسی بلد نیستن و شما توی کارهای روزمره‌تون به مشکل میخورین و بعضی وقتا مجبورید که از پانتومیم استفاده کنید. این خب یکم عجیبه، اینجا خیلی توریستیه و این اصولا باید انگلیسی رو بلد باشه. و اما موردی که قراره الان بهتون بگم چیه، مورد بعدیمون اینه: پول نقد هنوز هم باید همراهتون باشه توی استانبول، چون اینجا بعضی جاها میرید، چه سوپرمارکت باشه چه دکه باشه که لیمیت میفروشه یا هر کجایی که برید، ممکنه که دستگاه کارتخوان یا همون پوزژیازی نداشته باشن و شما نتونید از کارتتون استفاده کنید، از کارت بانکیتون، مخصوصا کسایی که مهاجر هستن خب اینجا حساب بانکی باز کردن و همیشه باید پول نقد همراهت باشه. و اما میرسیم به مورد آخر. مورد آخر چیه؟ اینجا استانبول شهریه که صداها همیشه توش هستن، یعنی هر لحظه صدایی میاد، صدای آمبولانس، صدای پلیس، صدای اذان که 24 اینجا پخش میشه و صدای دریا. صدای دریا خیلی آرامش بخشه، مخصوصا جایی که میرید کنار دریا تو بشیکتاش و üsküdar و اینا، خیلی جذاب و آرامش بخشه. خب گایز، اینم از این ویدیو. امیدوارم که لذت برده باشید. اگه لذت بردید لایک، سابسکرایب و کامنت یادتون نره. مرسی که تا این لحظه تماشا کردید. توی کامنت ها حتما بگید چه موردی هستش که دوست دارید بدونید، چه موردی هستش که تجربه کردید و من نگفتم تو این ویدیو. موردهایی که می نویسید و واقعا هستش رو توی کامنت ها یعنی پین میکنم تا دوستان که میان کامنت ها رو میخونن ازش استفاده بکنم و اطلاعات بیشتری در واقع دستگیرشون بشه. ببین گربه ها رو میگفتم، یعنی منتظر من در رو باز کنم بریم. بیم. تا ویدیو ولاگ بعدی، چاو چاو.